Здравствуйте, меня зовут Гульбекова Насиба. Эту теплицу построили для моей мамы, она там работает. И первый урожай она поставила там зелень, укроп и зеленый лук. Первый урожай мы уже собрали, и это уже второй урожай. Там она поставила помидор, огурцы и перец. И мы хотим поблагодарить программу за то, что и людей, которые нам построили эту теплицу. И мы еще помогаем соседям, которые у нас просят, как бы, без проблем, мы им дадим бесплатно, конечно. Также в рамках программы нам предоставили солнечный кипятильник, и оно очень удобная вещь. До свидания. من قدماله و موپیکر در دیای خبوس زندگی میکنم. نویای روشقله من از اینجا وصل بودرینگ میگیرم. مبارک قدم عبدالسلام مبارک قدم در سوکن جماعت دیوتاسیون در جیت بود. آموزگار فن زبان ادبیات مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 12. همین برنامه حقیقتا یک برنامه برای مردم سر وقتی بود، مهم بود، زیرا که دسترسی به او به آشامیدنی بسیار کم شد. من پیشتر قید کرده بودم یک چشمه کوهی است که اما مساوات آب خودی اون چشمه کلان است و اون در چول فصل اومد عزیز مثلا که گذشت تمام یخ نکرد. از برکت همین نیل آبگذر است که امروز شما خود شده هستین و من دیدید که ما برای ساختمان حمام زمانوی اقدام کردیم و پاکوفرد و آب رو اینجا میکشونیم و هیچ از نیل آبگذرش چیز محکم است. فقط تیم سماندان اینجا تمام نگرکارو هم بود هستند که امکانات میدهد که توسط و صفات هم گیگین ما بهتر شود، هم دسترسی با بنوشاکی زیادتر شود و ما امید داریم که در آینده تاجیکستان ما شکوفا می شود و سطح و صفات حیات ما باز بهتر می شود، زیرا که اقدام و سخنی که پیشوای معظم ملت گفتند تاجیکستان به پیش، حقیقتا تاجیکستان باید از او قدم در جهت حقیقت به پیش حرکت کند. شورش بسیار بلند است، می‌بینید که بسته می شود برای شوی من ببینید که شورش بسیار در عموم از امین نیل آبگذر 125 130 خورجگی آب میگیرد و قریب 200,000 سومانی به مواد آوردند که از طریق حکومت تاجیکستان، از طریق شریکان رشد، برنامه رشد مناطق کمیسیون رشد است آوردند. مقصد یک چیز بود، هدف از اون تامین مردم اهالی با آب آشامیدنی تازه. دیگه یک چیز رو باید اینجا ابراز داشت که امین نیل آبگذر زمانی بود قریب 20 سال خدمت کرد، لیکن بر اثر تغییرات اقلیم و خشک شدن چشمه ها، نارسایی آب در قریب 5-6 سال اخیر و به نظر می رسید